منچستر یونایتد در آخرین بازی هفته 34 لیگ برتر انگلیس با نتیجه 2-1 برابر برنتفورد به پیروزی رسید و جایگاهش در رتبه سوم جدول را مستحکم‌تر کرد. کاسمیرو ستاره این دیدار بود و گل اول یونایتد را به ثمر رساند. گل دوم را بنجامین ششکو با پاس برونو فرناندز نیز وارد دروازه زنبورها کرد. برنتفورد در دقایق پایانی یک از گل‌های خورده را جبران کرد، اما شاگردان مایکل کریک برتری خود را حفظ کردند. یونایتد با این پیروزی و با 61 امتیاز بسیار نزدیک به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا می باشد. خولیان آلوارز ستاره اتلتیکو مادرید شایعات پیوستن به بارسلونا را رد کرد و تاکید نمود که تمام تمرکزش روی تاریخ سازی با اتلتیکو مادرید می باشد. او گفت هدف اصلیش رساندن تیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا و کسب افتخار با این باشگاه است، نه توجه به حرفهای فضای مجازی. آلوارز همچنین دیدار حساس برابر آرسنال را بسیار مهم دانست و گفت اتلتیکو با تمام توان برای رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا خواهد جنگید. کلیان امباپه ستاره فرانسوی ریال مادرید در آستانه رقابت‌های جام جهانی دچار مصدومیت شده است. باشگاه ریال مادرید روز گذشته اعلام کرده که این بازیکن 27 ساله از ناحیه عضله پای چپ آسیب دیده و وضعیت او در حال بررسی می باشد. گفته می شود که این آسیب دیدگی ممکن است او را تا پایان فصل از میادین دور نگه دارد، موضوعی که می تواند ضربه بزرگی برای ریال مادرید و همچنان تیم ملی فرانسه در آستانه جام جهانی باشد. و امشب نخستین بازی رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان تیم‌های پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ برگزار می شود. پاریس سن ژرمن در 13 فصل اخیر 11 بار قهرمان لیگ فرانسه شده و بایر مونیخ هم در 14 سال گذشته 13 عنوان قهرمانی بوندسلیگا را به دست آورده است. از نظر اقتصادی هر دو باشگاه در جمع ثروتمندترین های جهان هستند. بایرن سومین و پاریس چهارمین باشگاه پردرآمد دنیا محسوب می شوند. این مسابقه به دلیل قدرت هجومی هر دو تیم، حضور ستاره‌های مثل هریکین و عثمان دمبله، یک از جذابترین بازی‌های فصل فوتبال اروپا به حساب می‌آید. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود.